سلام علیکم دوستانی عزیز. ما بعد از چند لحظه ای که در یوتیوب نوار نپخش دادیم خواستیم انا همین منظره ای را که ما دیدیم راست که همین لحظه با یک چند نفر دوستان صحبت داشتم. گفتم که مثلا اونو در غریبی بودن، من گفتم که باور کنید در یک راهی رفتیم که مثلا دو پره همه درختو برف دارن، از یخ بستگی در چی هم منظره خوشرو. اونو بسیار خواهش کردن که التماس همون راهی که رفتیم اینا شما زیرم دل یک بار نوار کنین در یوتیوب. مثلا ما ببینیم چند وقت شید انا وطن رفتگی نیستیم، دهه را وطن کوچه هاشا یاد کردگیم. خواهش میکنیم التماس که از ما همون جره یک نوار گرفته هر توی ما روسیکا در راه کشونیانیم. این رو تا با جماعت دهاتی نوبهار نویا کشونیان میبرد. پیش این راهی به همه گویند رای پنجشنبه بازار های طرف کوی بیش میره میگن. خلاص گپ یک نوار کوتاه میکنیم در حجم 2 دقیقه هم باشد کفایه است. هرچند این راه ها یا بسیار بوریک های تو پرای راه که بسیار وقت ویران های بسیار ماشینش بهش پمیخ میشن. خیلی منظره عجیب است که وقتی میبینی که دو طرف هم سفید پوش مبین راه توسه. این سال که شکر کم ترک زمستان با همون زمستان پیشترش مانندی کرد. چند سال اخیر این خیلی مثلا برف بریدن و این خیلی هوا خنک شدن نبود. باور کن حتی همچنان خنک شدگی که شاخه‌های درختان خیلی یخ بسته ایستادگی اند.